زندگی من با تو روزی حربه سر میکنم. من تو را چون سرنوشت خیش دیگر میکنم. این همه زالیگری های تو بر من چیره نیست. گر تو این در را ببندی و دیگر در میکنم. می نویسم شعر دل در صفحه هر تخت سنگ. در مسافت آرزویم را توانگر میکنم. کچی سابی های تو با راستان بیهوده است. با تو روزی من حسابم را برابر میکنم. بینندگان عزیز، منظور شما بخش آهنگ شعری لایق. مهمانی امروزه برنامه ما یکی از هنرمندان معروف ولایت سوخت، حلیم جان سلیمی هستند. خوش آمدید میگویم به برنامه ما. رحمت تشکر به همه تماشابینان. السلام علیکم. خوش آمدید بار دیگر. ما طول 2 سال است که در برنامه آفتاباران از حافظان و سرایندگان محبوب دعوت میکنیم تا طبع هر نفر بینندگان ما را بالیده و خاطرشان را شاد سازند و میخواستیم در برنامه امروزه با سرودهای دلانگیز و جذاب خود مهمانی برنامه آفتاباران باشید. خوب میخواستیم در آغاز برنامه میگفتید ما میدانیم که شما در فاکولته صنعت و هنرمندان جوان درس میگویید و دانشجویان درس میگویید و تا چه اندازه در سمت فعالیت خود از اشعار استاد لایق استفاده میبرید. در وقت مشغولیت ها آیا می شود که از اشعار استاد لایق همراهی دانشجویان سرودها را به آهنگ درآورید؟ رحمت تشکر زیاد. امروز من خیلی خرسند هستم که در این برنامه شما مهمان هستم، زیرا من برنامه شما رو پیوسته انتظاری میکشم، تماشا میکنم. من فکر میکنم که لایق شیرالی، استاد لایق شیرالی یکی از شاعران برجسته معاصر میباشند و البته در وقتی درس به دانشجویان نیز از غزل ها، از آهنگ هایی که استادان در غزلی، یعنی که استاد لایق شیرالی آهنگ بستند و سرود خواندند، ما به آن چیزی که از استادا یعنی که ما یاد گرفتیم به شاگردان نیز در وقت درس تعلیم میدیم. البته من فکر میکنم که موضوع هایی که مثلا گریم اگر همه گونه موضوع ها در اشعار استاد لایق شیرالی عبارت است، بعضا بچه ها خواهش میکنند که بعضا دانشجویان ولی من میخواهم یگان اشعار از غزلی لایق شیرالی یعنی که به من یاد دهید و البته کوشش میکنیم که آن چیزی که از استادا آموختیم به شاگردا البته آموزیم. تشکر. بیشتر مثلا کدام موضوع ها رو انتخاب میکنن وقتی در وقت انتخاب دانشجویان آن شعری که انتخاب میکنن و زمزمه میدونن چه خیلی توصیه میدهید برای اینکه انتخاب درستی شعر برای محبوبیت یافتن آن خیلی وابستگی کلان دارد؟ برای همین همچون استاد شما در این سمت خیلی توصیه میدهید. راستی بسیار اشعاری لایق شیرالی یعنی که میخوانم، من فکر میکنم که همه موضوعی که استاد شعر گفتند همش در درجه عالی است. معاینش میشود و یش نمیشود گفته نمیتوانیم، زیرا که مثلا بعضا دانشجویان میگن که معلم من میخوام یک سرود به من یعنی که یاد دهید از اشعار استاد لایق شیرالی باشد در موضوع مادر. چخیلی که میدونیم در موضوع مادر استاد لایق شیرالی بسیار شعرها گفتند، دستی دعای مادر یعنی که کتاب هم دارند. یا موضوع یعنی که موضوع فرقی هم ندارد، در کدام موضوعی که نباشد از اشعار استاد لایق شیرالی ما میزنیم. تشکر. خوب میشد که به بینندگان یکی از سرودها رو که از اشعار استاد لایق به آهنگ درآورده شده است می‌سرایید. من تشکر. وقتی که در فاکولته صنعت دانشجو بودم از استادا سبق آموختم و من نیز
از استاد خواهش کردم که میخوام یک غزل از استاد به من، از استاد لایق شریلی به من آموزانند و یک سرود میخوانم از شعر از استاد لایق شریلی، آهنگ استاد هنرمند مردمی جمهوری تاجیکستان جلیبک نبیف. برای مخلصا خوانده میکنم. مرحمت. روزی روم از دنیا، دنیای مرا یابی، در خاک شوم پنهان، پیدای مرا یابی. در دشت و دمن رفتم، در خاکی وطن رفتم، دریای روان بودم، مجرای مرا یابی. دریای روان بودم، مجرای مرا یابید، مجرای مرا یابید. در وضع زمین شعر، در وضع سما بیتی، گفتم به هر افزای مرا یابی. بی جای و بجا گفتم، از مهر و وفا گفتم، در محفل هر عاشق این شای مرا یابی. در محفل هر عاشق این شای مرا یابید، این شای مرا یابید. در پشتی غباری که یا توری پرندی ابر، باران چون کند سیم سیم، سیمای مرا یابید، سیمای مرا یابید. در هر ورقی شعرم یا هر سبقی شعرم، تقویم دلی گرم و شیدای مرا یابی. فردا به شما آباد، دنیا به شما خوش باد، فردا کی نباشم من، فردای مرا یابی. فردا کی نباشم من، فردای مرا یابید، فردای مرا یابید. روزی روم از دنیا، دنیای مرا یابید، دنیای مرا یابید. تشکر زیاد، آوازتان خسته نباشد. تشکر که طبع هر نفر رو بالیده و خاطرش را شاد ساخت. و ببینید که شما همچون شاگرد آن سرودهایی که استادانتان زمزمه میکنن
شما اون رو از خود کرده اون رو در محفل ها در جماعت ها می سرایید و اگر خوب می شد که در قطار سرودهای شما اون شعرهایی که حالا با آهنگ در آورده نشده است شما اون رو اگر می سراییدید اطمینان دارم که بعد 10 سال یا 15 سال گوییم با گذشتی با مرور وقت شاگردان شما نیز اون شعری که استادم با آهنگ در آورده است میخواستم همون را زمزمه کنم میگویند. برای همین نقشه های شما در آینده چگونه است؟ آیا تصمیم هست که یا اون شعر انتخابی هست که از اشعار استاد لایق به آهنگ درآورید؟ من از اشعار استاد لایق شریلی یعنی که در رپرتوری خودم یک چند سرودها وجود دارد به مانند گلی من میروم نگو یاد داری ساعتی را کی ببر کرته پرپر گریبان داشتی. یک چند سرودها از اجازیات استاد لایق شریلی هست و در آن نیز نقشه داریم. من فکر میکنم که یعنی که در جمهوری تاجیکستان یگان حافظه نیست که از اشعار استاد لایق شریلی سرود نسراییده باشه. من فکر میکنم که در هر یک ایجادیاتی مثلا حافظان هر سال اقلا یک سرود یا 2 سرود از اشعار استاد لایق شریلی وجود دارد. من نیز البته کوشش میکنم حرکت میکنم از اشعار استاد لایق شریلی یک چند سرودهایی که یک چند غزل هایی که بر دل من معقول است من میخوام که مثلا کدام موضوع ها اساساً من در موضوع های مادر بسیار شعرهای خوب گفتند. صد جان و دل فدای یک مدعای مادر فتح و کشایی شارت دستی دعای مادر. من میخوام که از مادرنامه استاد لایق شریلی یک سرود مادر بهر مخلصان ایجاد کرده سراییده باشم. اولین یعنی که نیتی من همین است. حاضر کوشش کرده زحمت کرده استودیم محنت کرده استیم. خدا خواهد اگر یک آهنگ خوب یعنی که به الهام آید و یعنی که کار کرد شود البته به مخلصا پیشکش میکنیم. واقعا بهود استاد لایق میگفتند که گر شاعران عالم صد جام دیه گویند یک بیت هم نه ارزد اندر ثنای مادر. برای آن که مادر بزرگ است و در حق آن صدها سرود ایجاد شود ما همچون فرزند خدمت خود را در نزد این آلیه بزرگ ادا کرده نمیتوانیم. برای همین خوب میشد یک سرود باز پیشکشی مخلصان خود و مخلصان برنامه آفتاب باران میگرداندید. یک سرود میخوانم از رپرتوری خودم است. سرود گلی من نام دارد. شعر از استاد لایق شریلی. مرحمت. تو زیبایی و من زیبا پرستم تو برنایی و من برنا پرستم تو زیبایی و من زیبا پرستم تو برنایی و من برنا پرستم در این یک عمری کوتاهی که دارم تو یک تایی و من یک تا پرستم در این یک عمری کوتاهی که دارم تو یک تایی و من یک تا پرستم گلی من گلی من گلی من عروسی خوش قدی چیلکا کلی من گلی من گلی من گلی من عروسی خوش قدی چیلکا کلی من گوای سوز جان من تو باشی
جهانی در جهانی من تو باشی، گواهی سوز جانی من تو باشی. جهانی در جهانی من تو باشی، جوانی را کنم قربانی نامت. اگر یاری جوانی من تو باشی، جوانی را کنم قربانی نامت. اگر یاری جوانی من تو باشی. گلی من ای گلی من ای گلی من، عروسی خوش قدی چیلکا کلی من. گلی من ای گلی من ای گلی من، عروسی خوش قدی چیلکا کلی من. مثل ما کسی پیدا نباشد، شما عاشق در این دنیا نباشد. و مثل ما کسی پیدا نباشد، شما عاشق در این دنیا نباشد. من از ابروی پیوستی تو خواندم، جدایی در میانی ما نباشد. من از ابروی پیوستی تو خواندم، جدایی در میانی ما نباشد. گلی من ای گلی من ای گلی من، عروسی خوش قدی چیلکا کلی من. گلی من ای گلی من ای گلی من، عروسی خوش قدی چیلکا کلی من. عروسی خوش قدی چیلکا کلی من. تشکر زیاد که دعوت ما رو پذیرفتید و مهمانی برنامه آفتاب باران و شرکت تلویزیون و رادیوی سیمای مستقل یکم گشتید. البته در ایجادیات آینده شما پرواز بلند تمنا میکنیم. باشد که از اشعار استاد ده ها سرودهای نو به آهنگ درآید و این اطمینان دارم برای رشد ادبیات و برای رشد فرهنگ زمینه مساعد میگذارد. خوش آمدید میگویم باری دیگر. رحمت تشکر برای تکلیفتون. در آینده کوشش میکنیم که از اشعار استاد لایق شریلی سرودهای نو خود را پیشکش مخلصان و هواداران شعری استاد لایق شریلی گردانیم. باشد. خوش آمدید. اگر بیره بلد باشی روان شفقت قدی دریا، با اقیانوس روزی میرسی ای دوست. اگر بیره بلد باشی براه راست رایی شو، با کوی دوست روزی میرسی ای دوست. اگر بیره بلد باشی زیراه شوق دل رهجو، با کوی دلبری دلسوز روزی میرسی ای دوست. بینندگان عزیز، در همینجا فرصتی برنامه آفتاب باران به آخر رسید. تا هفته آینده خیر و خوش میکنیم. سلامت و سر بلند بمانید. خیر عزیزان.